این گره وسطی که الان زده بودم به اضافه 2 جفت گره از سمت راست و 2 جفت گره از سمت چپ تار روی الانم بر اساس تارهای زیری رو بردیدم. دوباره تارهای روی مثل همون قبل به صورت پلکانی میبافیم. 5 جفت بافتم، 1 جفت رو جا گذاشتم، دوباره 5 جفت رو میبافیم. سمت چپ تارهای زیری، سمت راست تارهای روی. تارهای زیری رو با دست راستمون برمی‌داریم، بعد با دست چپمون پودو میدیم سمت راست. بعد این پله ها باید به یه اندازه باشن، تقریبا مثل قبله. اون تا اونجا 3 تا بود، اینجا 5 تاست. همیشه یادتون باشه نقشه گلیم سنتی یا همون هندسی فرده، تعدادشون باید فرد باشه. احتمال داره جاهای پایین زدگی داشته باشه، یکم پایین تر از کناراش باشه. الان اینجا یکم پایین تر میاییم، این پودو میدیم وسط کارمون. بعد اونجایی که پایین زدگی داره مثلا 2-3 تا رو 2-3 رنگ میبافیم تا هم اندازه بشه. الان این وسط رو ببینید 2 تا 3 تا برداشتم، 2-3 رنگ میبافم، یه دونه اضافهش میکنم. وقتی که هم ردیف شد کلی برمی‌دارم. الان تقریبا یکی شد، پایین زدگیش رفت شد. سمت راست دوباره سمت چپ. دقت کنیم پایین زدگی یک کوچولو فقط اینجا هستش، اونم که چون میخوایم کم کنیم مثل چجوری کم میکردیم وقتی میخوایم تار یه رجب بافیم، یک جفت رو جا میذاریم، یک جفت از کنار رو جا میذاریم. الان 5 تا شد 4 تا. دوباره موقع برگشتن یک جفت از اینجا کم میکنیم، 5 میشه، 5 تبدیل به 3 میشه. دوباره 3 رو هم به اندازه این پله میبافیم، بعد 3 رو تبدیل به 1 میکنیم. تقریبا این همون قبله، اون تا تعداد تارهاش اون فرق میکنه. اون 3 تا بود، این 5 تاست. این همین میبافیم، ادامه میدیم. این 3 تا رو تبدیل به اول به 2 تبدیل میکنیم، 2 رو 1 رنگ گفتم میبافیم، دوباره کم میکنیم میشه 1. پس شد 5 3 1. یک جفت از اینجا میذاریم میمونه، موقع برگشت دوباره این یک جفت هم جا میذاریم. بعد بخوایم این نارنجی رو جمع کنیم، دوباره این یک جفت رو میاریم روی این سبز روشن، بعد یه دونه کم میکنیم.